درود بر تمام هم‌میهنان عزیزم. کوروش هستم از شهر اتاوا، پایتخت کانادا و همونطور که می‌بینید در پشت سر من دفتر پرایم مینیستر کانادا آقای جاستین ترودو هست که من پس از پرسش‌های بسیار برای اینکه سریعتر به جوابم برسم سرانجام با شخصی صحبت کردم در روبروی پارلمان کانادا، کسی که در داخل پارلمان کانادا کار میکرد و به من گفتن که شما بهتر است که شخصا برای دفتر آقای ترودو نامتون ارسال کنید و درخواستتون رو که میخواین ایشون رو ببینید و توضیح بدین به چه دلیلی، چون نامه‌های بسیاریشون دریافت میکنن و وقت زیادی ندارن که بخوام با حضرتی صحبت. به هر حال همونطور که من قبلا اشاره کردم در ویدیوهای قبلی، من درخواستم رو برای ایشون آماده کردم و تمام نامه‌هایی که تمام شواهدی که مربوط به سرمایه‌گذاری‌های آخوندها و بچه‌هاشون در کانادا و عواملشون در کانادا هست رو من ضمیمه اون نامه کردم. به علاوه توهین‌هایی که سیستم اطلاعات کانادا از چند سال اخیر تا کنون به من کرد که حتی اگر ویدیوی اول منو مشاهده کرده باشین روی یوتیوب، که مأمور سیستم اطلاعات کانادا به من گفت که شما که مبارز با سیستم تروریست حکومت اسلامی ملایان در ایران هستید و به کانادا میایید و درخواست پناهندگی میکنید، مزاحم دولت کانادا هستید. به هر حال من تمام اینها رو آماده کردم. نامه‌هایی که از گاورمنت کانادا در یک سال اخیر دریافت کردم، تمام اینها رو ضمیمه کردم که در یکی از اون نامه‌ها هم آقای تام ونر گفته بودن که ما پیشنهاد میکنیم که از مقامات کانادا سوالاتون رو بپرسین. آقای تام ونر یکی از عالی رتبه‌ترین افراد در سیستم اطلاعات کانادا و یا سیسس هستن. به هر حال من این کار رو کردم، تمام نامه‌ها آماده شد. با من همراه باشین، میریم که این رو تحویل دفتر آقای جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا. این نامه‌ای که باید به دست آقای پرایم مینیستر برسه و درخواستی که توش گذاشته شده به علاوه توضیحات جامع که قبلا صحبت شد. این هم آدرسی که مربوط به آقای پرایم مینیستر کانادا هست، آقای جاستین ترودو. اینجا دفترشون هست که پشت سر من میبینید که باید نامه‌ها رو میل میکنن اینجا و به دست خودشون میرسه. دفتر آقای جاستین ترودو. Hi there. I have a mail for Prime Minister. خب عزیزان، نامه هم تحویل دفتر نخست وزیر کانادا آقای جاستین ترودو داده شد. به هر حال باید ایشون میدونستن که نظر ایرانی ها در مورد حضور بچه های ملاها در کشورشون چی هست، احساسی که همه ایرانی های مبارز دارن و از این قضیه بسیار ناراحت هستن. منتظر میمونیم ببینیم جواب ایشون چی هست. در ضمن منتظر ویدیو کلیپ های بیشتری هم باشید. اینجا لحظه به لحظه از تحقیقاتی که من انجام میدم و به صورت ویدیو در میارم و بر روی فیسبوک هم براتون آپلود میکنم. درود بر شما، پاینده باشید. جاوید ایران، جاوید شاه.